درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز سه‌شنبه 29 دکبر. کارگران چینی ساختمان نقبی سیوم یک راه آهنی را به پایان می‌رسانند که مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه را با جنوب کشور وصل می‌کند. در وزارت نقلیات روز 28 دکبر به رادیو آزادی گفتند 73% کارها در نقب سوم راه آهن وحدت یاوان انجام یافته است و ممکن است که راه در مهلت مقرر شده مورد بهره برداری قرار بگیرد. دو نقب دیگری راه تکمیل شدند. درازی هر سه نقب 3 کیلومتر و 755 متر را تشکیل می‌دهد. بنیاد راه آهن وحدت یاوان با طول 40 کیلومتر سال 2009 شروع شد و برای انجام ساختمان آن تاجیکستان از چین تقریباً 70 میلیون دلار قرض گرفته است. ساختمان راه سال 2018 به پایان می‌رسد و به گفته مقامات تجارت در تاجیکستان و انتقال مال و کالا را ارزان و آسان می‌کند. مقامات امنیتی روسیه یک جوان تاجیک را برای نشر اطلاع بر دروغ درباره حمله تروریستی در شهر سمره دستگیر کردند. خورسند امانبکوف ساکن 23 ساله ولایت بدخشان روز 27 دکبر به شماره تلفن ماموران ملیسا زنگ زده و گفته است که گروه دولت اسلامی در کاسماپورت فروشگاه بزرگترین شهر سمره بمب گذاشته است. بعد این مقامات انتظامی روسیه 3000 آدم را از فروشگاه بیرون کردند ولی اثری از بمب یا مواد ترکنده نیافتند. خورسند امانبکوف ضمن بازپرسی سبب این رفتارش را شرح نداده است ولی ممکن است دادگاه روسیه جوان تاجیک را تا 1 میلیون روبل جریمه و یا تا 5 سال از آزادی محروم کند. ویران شدن شبکه‌های تقسیم آب در چند محله ناحیه فرخار صدها ساکنین ناحیه را مجبور کرده است از آب نهر استفاده کنند که برای استعمال مناسب نیست. نهر خرد که از داخل شهرک فرخار می‌گذرد منبع آب نوشاکی ساکنان کوچه‌های زیاد در این ناحیه است و با وجود اهمیت زیادش طی سال‌های اخیر درست پاکیزه نشده است. روزانه مردم سن و سال گوناگون برای گرفتن آب به این نهر می آیند و بعضی از کودکان روز خود را فقط با آبکشی سپری می کنند. اگر آب نهر خشک شود ساکنان کوچه‌های نزدیک در آنهایی را می زنند که در خانه‌هایشان چاه کنده و از آب‌های زیر زمینی استفاده می برند. سازمان ملل متحد می گوید تقریباً 60% اهالی تاجیکستان به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند و برای حل این مسئله تقریباً 1 میلیارد دلار ضرور است. فرزانه خورشید یکی از آوازخوان‌های شناخته تاجیک میگوید سال 2015 برایش یکی از سالهای فراموش ناشدنی است چون در این سال نخستین فرزندش را به دنیا آورد. زکیه فرزندی فرزانه و فریدون خورشید آوازخوان دیگری تاجیک تابستان امسال به دنیا آمد و فرزانه او را یکی از هدیه‌های بهترین در زندگیش می‌داند. فرزند یک میوه شیرینی بود است که یگان چیز به او برابر نمی‌شد است. مصاحبه کامل فرزانه و آوازخوان‌های دیگری تاجیک در برنامه سالانه رادیو آزادی روز 31 دکبر در وبسایت azadi.org و شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. رشید رحیموف مربی معروف تاجیک و فوتبالباز سابق دسته پامیر دوشنبه گفته است سطح پست فوتبال در تاجیکستان او را مایوس می کند. رشید رحیموف در یک مصاحبه اینترنتی با وبسایت چمپیونات رو گفته است دسته‌های تاجیکستان فوتبال بازان ندارند که در سطح مسابقات قهرمانی فوتبال روسیه هنرنمایی کرده توانند. مصاحبه با رشید رحیموف سرمربی تیم فوتبال ترک شهر گرازنی پایتخت چچنستان روز 29 دکبر نشر شد. فوتبالباز معروف تاجیک گفته است امروز در تاجیکستان میدان و مکتب‌های فوتبال و مربیان با تجربه کمند و برای بالا برداشتن سطح فوتبال در کشور کار بسیاری باید انجام داد. و گزارش کامل در این باره در وبسایت آزادی در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.